نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر. الحديث. صدق الله العظيم. حضار نهاية عزیز و طلاب کرام، نخست از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از تقدیم سلام، امروز من در حضور شما چند دقایق گرانبهای شما را گرفتم در رابطه با اهمیت مدارس وارد سخن می شوم. عزیزانم، مدارس چیست و در این معاشره اسلامی مدارس چه اهمیت و حیثیت دارند؟ عزیزانم، مدارس نه تنها این که اخلاق اسلامی، معاشرت اسلامی و این ملت را زنده دار است. مدارس دینی با مثل فن علوم دینی یک عمل مبارکی را جاری ساختند. حدیث مبارکی را که قبلا تلاوت نمودم مفهومش این است که علما وارثین انبیاء است و انبیاء در میراث نه دینار مانده و نه درهم. انبیاء در میراث علم مانده است و از این علم که هر کس حصه گرفت، حصه پر گرفت. عزیزانم، اگر مدارس نمی بود، علما از کجا از علم حصه می گرفتند؟ عزیزانم، اگر مدارس نمی بود، علما از کجا این علم را فرا می گرفتند؟ پس برکت همین مدارس بود که علما از علم حصه پر گرفت. خو اما در این عصر بدبختانه عوام این عصر یک مفکوره غلطی دارند. آنها فکر میکنند که مدرسه نام یک تعمیر و منزل خاصی است. اگر مدرسه نام یک تعمیر و منزل خاصی می بود، ما آن مدرسه را مدرسه گفتن نمیتوانیم، جایی که اصحاب صفه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم علوم قرآن و حدیث را فرا می گرفتند. اگر مدرسه نام یک تعمیر و منزل خاصی باشد، ما آن مدرسه را مدرسه گفتن نمیتوانیم، جایی که یکی از اکابرین من و شما حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی رحمه الله تعالی علوم قرآن و حدیث را زیر یک درخت درس میکرد و الله متعال با فضل و کرم خود آنجا را دارالعلوم دیوبند ساخت. پس عزیزان، وقتی که مدرسه نام یک منزل و تعمیری نیست، مدرسه آنجاست که به انسان انسانیت خود، به انسان مقصد زندگی خود را نشان میدهد و مدرسه یگانه تربیتگاه اولاد امت مسلمه است. خو اما در این عصر بر مدارس از هر طرف اعتراضات هر گونه می آید. بعضی ایشان میگویند که اینها از تکنولوژی این عصر پس مانده مردم هستند. بعضی ایشان میگویند که اینها مفکوره 1400 سال قبل را دارند و این یک باران بزرگ اعتراضاتی است که بر مدارس میبارد و این باران تا قیامت خواهد جاری بود. با استفاده از این وقت کفار و یهود و نصارا کوشش ختم کردن بنیاد اسلام و قرآن را میکند و در این وقت خصومات رسومات کفر ایشان را عام میکند در این جامعه و حقگویان را اعدام میکنند. مجاهدین را تحت نظر قرار میدهند و بر ضد ایشان دعوای اقامه را میکنند و منظر الکفر ملت واحد را قرار میدهد. خو اما در هر عصر با نصرت الله متعال حفاظت کننده و نشر کننده اسلام آن مردم هستند که بنیادگذاری جامعه های بزرگ را کرده اند و شاگردهای ایشان بود و مشایخ ایشان بود که علم را به نقطه نقطه جهان رسانید و مشایخ ایشان بود که علم را به نقطه نقطه جهان رسانید و برکت همین مدارس بود که هر پلان و هر کوشش کفار و یهود و نصارا از بین رفت و بنیاد ایشان ختم شد و در مقابل الکفر ملت واحد منظر قل جاء الحق و زهق الباطل را قرار داد. عزیزانم، این همه برکت همین مدارس بود، برکت همین جامعه ها بود. من در آخر از الله متعال خواهان توفیقم، اول برای من و ثانیاً برای شما، من با همین شعر بیان خود را خاتمه می دهم. برو دامن علم را گیر استوار، برو دامن علم را گیر استوار، که علمت رساند بدار القرار و ما علینا الا البلاغ المبین.